حبیب نورمگامدов و مکس هولووی برای کمربند قهرمانی جهان در یک حربه UFC 223 در وزن تا 66 کیلوگرم روبرو خواهند شد. قهرمانی پیشتر جهان در این وزن کانور مکگریگور فعال نیست و از این رو تصمیم ابتدایی این بود که هولووی با تونی فرگوسن قوازآزمایی کند. اما اخیراً فرگوسن جراحت برداشته از سبقت برای کمربند قهرمانی جهان دست کشید. روز چهارشنبه نورمگامدov و هولووی در تالار موسیقی به نام ویلسبورگ منطقه بروکلین نیویورک با خبرنگاران صحبت کردند. دانا وایت یکی از مسئولان این مسابقه بار دیگر تاکید کرد که ورزشگر پیروز در این قوازآزمایی نه قهرمانی موقت بلکه قهرمانی کامل حقوقی یک حربه UFC 223 در وزن تا 66 کیلوگرم اعتراف خواهد شد.